یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت طرح قانون عفو ماه نوامبر آماده شده برای تصدیق به رئیس جمهور پیشنهاد شده است. به گفته همین منبع لایحه قانون از سوی گروه تهیه شده است که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل شدند. به گفته همصحبت ما اعلان قانون عفو صلاحیت استثنایی رئیس جمهور است و تا زمانی که امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد چون به گفته‌اش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و علاوه وارد کنند، اما تا حال معلوم نیست که چرا لایحه قانون عفو از سوی پرزیدنت تصدیق نشد. در همین حال منبع دیگر در دادستانی کل و دو وکیل دفاع هم به رادیوی آزادی گفتند روی خط آنها معین گشته است که باید عفو شوند. از جمله به گفته همصحبت ما در دادستانی لایحه قانون عفو پیش بینی می‌کند که آنهایی که با گناه دزدی و عفوباشی زندانی شدند و همچنان زنان از 60 سال بالا آزاد می‌شوند. اما فعلا دقیق نیست که آنهایی که بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان‌های ممنوع زندانی شدند شامل قانون عفو می‌شوند یا نه. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند که احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان عفو اعلان شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردیده بود. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان 17 مراتب قانون عفو قبول گردیده در عموم 170,000 نفر را فرا گرفته است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.